سلام بچه، خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم با آموزش گردونه نینجا اومدیم که یاد بدیم چجوری کارت‌های رایگان بیشتری بگیریم. اگه گرفتید ایرادی نداره، میتونیم بیشتر بگیریم تا بیشتر بگیریم. شانستون ادامه بدید. میریم تو این بخش بیسیک رو میزنیم، پایین سمت راست ویزیت سیف رو میزنیم، میان تو این بخش براتون باز میشه. سمت چپ پایین عکس گانی هست و گان لژن رو سمت چپ رو میزنید. بعد وارد یه بخشی میشید به این شکل. گزینه دومی از اون پایین سیریس رو میزنید و این بخش براتون باز میشه. بعد میتونید این بخش گان لژن نینجا میتونید برید نگاه کنید و شانستون امتحان کنید. حالا من که زدم چیز در نمیاد اینجا این بخشه و اینجا 3 تا کارت همون رایگان رو برداشتم و نمیتونم برداشتم، اما ایرادی نداره. ما اومدیم که اینو بهتون یاد بدیم. میایم تو بخش کریسمس میزنیم روش و این 3 تا کارت کریسمس رو برمی‌داریم. گردونه گان لژن کریسمس که زمانش گذشته بود. این بخش هالووین و اینجا هم یه 3 تا هست، میتونیم از اینجا برداریم. میدونم که بعضیاتون میدونستید، اما اگه نمیدونستید امیدوارم ویدیو به درتون خورده باشه. و برای کسایی که نمیدونن چجوری شانسشون رو بیشتر کنن تا بتونن گان لژن رو بگیرن، اینجاست اون گزینه بغل گان لژن سلکت رو میزنید و رو هر تفنگی بتخن شانستون رو بیشتر میکنه. میدونم که میدونستید، اما برای کسایی که نمیدونستن اینو گفتم. و اینکه ما هم شانس نیاوردیم رایگان بگیریم، میرم سیپی میزنم دوباره میرم سریع میکنم که داره گان لژن هم فراموش میشه. خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی یو بی گو.